احساس چیه؟ احساس فقط یک واکنش عصبی یا بیوشیمیایی نیست. اون یه زبان پنهان روحه، یه جور ترجمه انرژی نامریه که توی قلبت میشینه. وقتی خدا انسان رو خلق کرد فقط بهش عقل نداد، دل داد. اونم نه برای زیبایی، نه برای قصه گفتن. دل داد تا انسان بفهمه، لمس کنه، بچشه و مهمتر از همه برگرده سمت خودش. حالا این احساس از کجا میاد؟ احساس مستقیما از سرچشمه میاد. تو از خودش داری. یه ذره از نور بی نهایتش توی وجود توه. اون ذره از جنس عشق، درک، غم، اشتیاق، مهر، گریه است، ناله است و امیده. این چیزا حس نیستن، اینا بیان روح خدا توی وجود شما هستش. حالا یه سوال دارم، خدا چطور احساسات رو کشف کرد؟ خدا همه چیز رو از اول میدونست. اون چیزی که در خلقت انسان اتفاق افتاد بیان خودش از طریق ما بود. یعنی اینکه خدا عشق بود ولی عشقش رو با خلقت آدم نشون داد. خدا زیبا بود ولی با نگاه انسانی که توی سکوت عاشق شد زیباییشو به تصویر کشید. پس میتونیم بگیم ما آینه احساسات خدا هستیم. اون از طریق ما حس میکنه و توی ما دیده میشه. چرا خدا این احساسات رو در ما گذاشته؟ تا ما فقط موجودی منطقی نباشیم، تا فقط زنده نباشیم بلکه زندگی کنیم، تا بتونیم بفهمیم. غم یعنی جدایی از حقیقت، عشق یعنی نزدیکی به خدا، ترس یعنی فراموشی اتصال، آرامش یعنی بازگشت. خدا احساس رو در ما گذاشت تا هر وقت راه رو گم کردیم با درد برگردیم، با اشک پیدا کنیم و با عشق جذب بشیم. و حالا هر وقت یه احساسی توی وجودت فوران کرد، چه خوب چه بد یادت باشه این صدای خداست که داره با تو حرف میزنه، نه با کلام، با لرزش دل. خب اگه اینا احساسات خداست، خب پس چرا ما دردهایی مثل فقر، بیماری، شکست عشقی، افسردگی، خودکشی و خیلی چیزهای دیگر رو تجربه میکنیم؟ اول اینو بگم، احساسات دردناک احساس خدا نیستن، ولی مسیر رسیدن به خدا از همین دردها میگذره. خدا عشق، آرامش، نور و آگاهیه. ولی وقتی انسان از خدا جدا میشه یا جدا فکر میکنه، اون فاصله رو به صورت درد تجربه میکنه. حالا میخوام مثال بزنم. مثلا وقتی از نور دوری، تاریکی رو نمیبینی، تجربه میکنی. وقتی عشق نیست، خیانت معنا پیدا میکنه. وقتی ارتباط با معنا قطع میشه، زندگی میتونه بی‌معنی بشه. پس درد و زخم احساسات الهی نیستن، ولی نشونه نبودن خدا در اون لحظه خاص در ذهن ما هستن. حالا در مورد شکست عشقی گفتم، خیانت و فقر و خودکشی و افسردگی یا ناامیدی، این چیزا میخوام در موردشون براتون مثال بزنم. شکست عشقی چون فکر کردیم کسی قراره جای خدا رو پر کنه. خیانت چون آدم‌ها خودشون گم شدن، توی وجود خودشون گم شدن. فقر چون ذهن‌های انسانی با باور کمبود ساخته شده. خودکشی چون روح دیگه راهی برای فریاد زدن پیدا نکرد. افسردگی یعنی مدت هاست نوری ندیدم، تغییری ندیدم. ناامیدی یعنی دیگه باور نمی کنم چیزی درونم باشه که از این دنیا بزرگتر باشه. اینا واقعیت دارن، جدی و تلخ، ولی همشون یک نقطه مشترک دارن: جدا از منبع اصلی عشق شدن، از این منبع اصلی جدا شدن. پس چرا خدا اجازه میده اینا اتفاق بیفته؟ چون خدا نمیخواست ربات بسازه، خواست آدمی بسازه که حق انتخاب داشته باشه، آدمی که بتونه حتی از عشق دور بشه تا وقتی که به عشق برگرده خودش انتخاب کرده باشه. ما با اراده خودمون گاهی از اون نور جدا میشیم و درد نتیجه اون جداییه. اما توی همون درد هم یه در پنهان هست، یه لحظه هست که میتونی بگی من که این همه زمین خوردم، پس حتما یه چیزی هنوز توی من وجود داره که بخوام بلند شم. حالا نکته مهمشو بگم، اگه فقط یه لحظه تو اون تاریکی یه شمع روشن کنی، مثل یه حس بودنه،
یه باور کوچولو، یه جمله که بگه شاید همه چیز تموم نشده. اون وقت جریان عوض میشه. اینا حرفای انگیزشی نیستن ها. اینا حقیقتایی هستن که فقط کسی که ته درد رو چشیده باشه جرأت میکنه اینا رو بفهم.